اگه با عمل یادگیری مشکل داری، این واقعا تقصیر تو نیست. ما هیچ وقت آموزش ندیدیم که چجوری یاد بگیریم. همیشه توقع داشتیم همینجوری اتفاق بیفته. اینکه کتابی رو بخونیم، یه جزوه‌ای رو بخونیم یا انجام یه کاری رو نگاه کنیم و اونو یاد بگیریم. چی میشه اگه بهتون بگم یه سری راه هست که با رعایت کردن و انجام دادنشون میتونیم هر چیزی رو سریعتر و بهتر یاد بگیریم. حالا مهم نیست چه درس مدرسه، کنکور و دانشگاه، یا چه یاد گرفتن پیانو زدنه یا پرتاب 3 امتیازی بسکتباله، همه اینا نیاز به یاد گرفتن داره و این ویدیو در مورد همه اونا جواب میده. اول از همه اینو بگم یادگیری یه چیزی تو مغز ما توسط یه فرایندی به نام نوروپلاستیسیتی اتفاق میفته. نوروپلاستیسیتی یعنی توانایی سلولای مغزی ما تو تشکیل ارتباطات جدید. اگه بخوام به زبان علمی بگم میشه توانایی نورون ها توی تشکیل سیناپس های جدید تو مغز ما. با گذر زمان، با افزایش سن، نوروپلاستیسیتی مغز ما کم و کمتر میشه. برای همینه هرچی سنمون بالاتر میره گیراییمون کمتر میشه. یاد گرفتن یه چیزی واسمون سخت‌تره. دقت کنید تو آدمای مسن سواد یاد گرفتن خیلی سخت‌تره تا بچه‌ها. من تو این ویدیو میخوام براتون در مورد 6 تا عامل حرف بزنم که میتونیم با اونا نوروپلاستیسیتی مغزمون رو افزایش بدیم و به همون سبب یادگیریمون بهتر بشه. مورد اول توجهه. علمی اگه بخوام بهتون بگم توجه یعنی اینکه ما اجازه میدیم و انتخاب میکنیم چه اطلاعاتی وارد مغزمون بشه و پردازش بشه. اگه بخوام نشونتون بدم بهتون میگم چشماتون رو ببندین، سعی کنید پاهاتون رو احساس کنید. کم کم حس میکنید میتونید بافت جورابتون رو حس کنید. کم کم حس میکنید میتونید سفتی زمین رو حس کنید. اون گرمای داخل کفشتون رو کم کم حس میکنید. همه اینا قبلا هم بوده ولی قبلا بهشون توجه نمی کردین و این اطلاعات رو تو مغزتون پردازش نمی کردین. این نشون میده که ما کنترل میکنیم که به چه چیزی توجه کنیم. مطالعات و البته تجربه ثابت کردن که وقتی ما به یه چیزی توجه میکنیم حین یادگیریش باعث میشه بهتر یادش بگیریم و طولانی‌تر اون موضوع یادمون بمونه. حالا من میخوام از شما بپرسم تو کدوم بازه‌ای از تاریخ به اندازه جامعه امروز ما خیلی راحت توجهمون رو میذاشتیم روی چیزی و کمتر از 10-15 ثانیه توجهمون از روی اون چیز برمی‌داشتیم و مینداختیم روی چیز دیگه و این کارو 100 بار تکرار میکردیم؟ آشنا میاد نه؟ ما آدما طراحی شدیم تا فقط به یه چیزی توجه کنیم و از هیچ کس پنهون نیست که هممون تو طول روز تو مواجهه با یه حجم خیلی زیادی از اطلاعات و دیتای بی ربط به هم قرار میگیریم. اینکه یه ویدیو رو تو اینستا باز میکنی و به خودت میای میبینی نیم ساعت بعد تو شاید صدها ویدیو بی ربط به هم دیدی و هیچ کدوم یادت نیست چون به هیچ کدومش واقعا توجه نکردی. این منجر میشه به اختلال توجه، به اینکه توانایی توجه کردنمون کم میشه. حالا نمیگم ADHD میگیریم، نه، ولی مطالعات ثابت کرده که روزی 1 ساعت استفاده از فضای مجازی در نوجوانان باعث اختلال توجه شده. پس همین رو در نظر بگیریم که از گوشیمون کمتر استفاده کنیم. نه فقط به خاطر اینکه وقتمون رو میگیره و مثلا من کنکور دارم نمیخوام وقتمو پای فضای مجازی و گوشی بذارم، نه، صرفاً استفاده از فضای مجازی باعث میشه که توانایی توجه کردنمون کم بشه، بی‌حوصله بشیم. وقتی داریم توجهمون رو روی کاری میذاریم بعد از 10-15 ثانیه، حالا اگه بخوایم خیلی خوب بهش نگاه کنیم، بعد از 5 دقیقه دیگه نمیتونیم به اون موضوع توجه کنیم و توجهمون میپره. این یه تأثیر خیلی زیادیش به خاطر گوشیه. خب حالا چجوری توجهمون رو بالا ببریم؟ قدرت توجه کردنمون رو مدیتیت کردن کمکمون میکنه تا ذهنمون آرومتر بشه و تو طولانی مدت قدرت توجهمون بالا بره. اما برای بالا بردن قدرت توجهمون به محض و آنی و تو کوتاه مدت ورزش و فعالیت بدنی کمک کننده است. درسته، میدونم که همه میگن باید ورزش کنیم، ورزش خوبه، باید رژیم بگیریم، باید غذای سالم بخوریم، ولی این دفعه فرق داره. بهم گوش کنید. میدونستید ورزش تاثیر مثبت داره تو افزایش سایز اون بخشی از مغز که توی حافظه و یادگیری موثره. دیگه از سنی به بعد به ندرت توی مغز و بدن ما نورون و سلولای عصبی ساخته میشن یا ترمیم میشن، ولی ورزش کمک میکنه تا بدن بتونه نورونای بیشتری بسازه. مطالعات نشون دادن که ورزش حافظه رو هم بهبود میبخشه و حافظه رو بهتر میکنه. به اضافه اینکه ورزش توانایی شناختی ما رو بالا میبره، یعنی کمکمون میکنه بتونیم بهتر فکر کنیم.
خب حالا چقدر ورزش واسه این نتیجه ها نیازه؟ آیا باید 7 روز هفته روزی 2 ساعت بریم باشگاه و وزن سنگین بزنیم؟ نه 20 دقیقه ورزش با شدت متوسط کفایت میکنه، نیازی نیست حتی شدید باشه. این 20 دقیقه ورزش و فعالیت بدنی باعث میشه تا 2 ساعت بعد توانایی توجهمون تا یه حد خیلی زیادی بالا بره. خب حالا چجوری از این نکته استفاده کنیم؟ دفعه بعدی که میخوای بشینی درس بخونی، به جای اینکه وایسی تا ساعت رون شه یا تو گوشیت بری یا وقتتو تلف کنی، بلند شو قدم بزن. بلند شو در جا چند بار بشین پاشو کن، یه ذره بپر. خیلی تازه بیشتر کمک میکنه اگه اون فعالیت بدنی که واسه افزایش توجه و روشن شدن مغزت داری انجام میدی، تعادلت رو هم درگیر کنه. اگه سر کاری یا اگه دانشگاهی تو خونه نیستی، میتونی 3-4 بار از راپلا بری بالا بیای پایین. همونجوری که میبینید راه واسه جا دادن یه فعالیت بدنی ریز قبل از اون کاری که میخواید انجام بدین زیاده. پس واسش بهونه نیارین و اینو امتحان کنید و نتیجهشو خودتون میبینید. مورد بعدی هوشیاریه. همه ما میدونیم برای اینکه یه چیزی رو یاد بگیریم باید تمرکز داشته باشیم و حسابی حواسمون جمع باشه. اگه حواسمون پای اون چیز جمع نباشه، خب تو ذهنمون نمیمونه. پاسخ ستیز و گریز یا سیستم سمپاتیک بدن ما، حالتیه که توش بدن هورمون آدرنالین و نورادرنالین ترشح میکنه یا اپینفرین و نوراپینفرین. با استفاده از این کار بدن حواسش رو جمع میکنه و هوشیارتر میشه تا ما رو واسه خطر آماده کنه. حالا درسته که سیستم سمپاتیک بدن ما برای شرایط خطره، ولی ما میتونیم از این سیستم سمپاتیک برای افزایش هوشیاریمون استفاده کنیم. چه جوری؟ چند تا موارد با هم بررسی میکنیم. اول از همه دوباره ورزش میتونه کمکمون کنه تا بدن از اون حالت آرامش بیرون بیاد و سیستم ستیز و گریزمون رو فعال کنه. دوم، تکنیک تنفسی ویم هاف. این کلمه ویم هاف رو سرچ گوگل بکنید، براتون یه روش تنفس میاره که با اینجوری نفس کشیدن میتونید بدنتون از حالت آرامش خارج کنید و تو حالت هوشیاری ببرین. واسه وقتایی که سر کلاس کم کم داره خوابتون میبره کار خیلی خوبیه. سوم، آخر حمام کردنتون میتونید دوش آب سرد بگیرین. بلافاصله هوشیاریتون رو زیاد میکنه. یه ذره سخته، ولی مثلا 1 دقیقه آخر حمام کردنتون اگر زیر آب یخ قرار بگیرین تاثیرش رو میبینید، مخصوصا اول صبح. مورد چهارمش استرسه. یه ذره ممکنه عجیب به نظر برسه، ولی اگه بعد از این موقعیت استرس‌زا ذهنتون آروم شه، یعنی ذهنتون درگیرش نباشه، ولی یه موقعیت استرس‌زا رو تجربه کرده باشین، بشینید درس بخونید، گیراییتون خیلی بالاتره. واسه همینه وقتی نزدیک فرجه امتحان میشیم درس خوندن واسمون راحت تر میشه. البته اینو در نظر بگیرین که استرس طولانی مدت میتونه به مغز و به حافظمون آسیب بزنه، اما یه استرس سبک و بی‌عارضه میتونه حتی به یادگیریمون کمک کنه. مورد پنجم کافئینه. کافئین هوشیاری ما رو افزایش میده و مطالعات ثابت کردن قبل از مطالعه اگر قهوه مصرف کنید قدرت یادگیریتون بالاتر میره. حالا اینم بگم اگر غذا بخوریم یا غذای سنگین، بدن از سیستم سمپاتیک بیرون میاد، وارد حالت آرامش میشه تا بتونه اون غذا رو هضم کنه. این یکی از دلایلیه که بعد از خوردن یه وعده غذای سنگین کم کم خوابمون میاد و هوشیاریمون کم میشه. پس بعد از یه وعده غذای توپل نشینید پای درس. البته اینم حواستون باشه که این قضیه با مثلا کاسه شکلات فقط دستتون باشه موقع درس خوندن فرق داره. منظورم اینه که نرید یه پرس چلو خورش بخورید بعد بشینید درس بخونید. نمیتونید حواستون رو جمع کنید چون بدن تو حالت سمپاتیک نیست، برعکس تو حالت آرامش کامله. یه مورد دیگه هم بهتون بگم اینه که بدن ما نمیتونه فول تایم تو حالت هوشیاری کامل باشه. یعنی چی؟ مطالعات اومدن نشون دادن که هوشیاری ما یه دوره سایکلی داره، دوره تناوب داره. یعنی مثلا هر یه مقدار زمانی که بدنمون تو حالت هوشیاری باشه، بعد از اون از حالت هوشیاری بیرون میاد، بعد از یه بازه‌ای دوباره میتونه به هوشیاری برگرده. این دوره تناوب و مطالعات میگن 90 دقیقه است، ولی من به شخص معتقدم که شخص به شخص این موضوع متفاوته و با تمرین کردن و گذر زمان میتونه طولانی تر بشه. یعنی شما اگه تازه شروع کردی واسه کنکور درس بخونی، طبیعیه بعد از نیم ساعت 40 دقیقه دیگه نتونی رو اون درس تمرکز داشته باشی، ولی مثلا بعد از 1 سال 2 سال تایم که میگذره از درس خوندن شما، دیگه استقامت درس خوندن شما بالا میره، میتونی راحت 2 ساعت روی کتاب تمرکز داشته باشی. مورد بعدی که واسه هوشیار بودن نیازه خوابه. خواب مبحث سومیه که واسه افزایش یادگیری میخوایم در موردش صحبت کنیم. خواب کافی واسه تبدیل حافظه کوتاه مدت به بلند مدت حیاتیه.
چطور؟ یه بخشی از مغز هست به نام هیپوکامپ. هیپوکامپ خیلی تو حافظه تاثیر داره. هیپوکامپ مثل دفتر خاطرات یک روزه عمل میکنه. یعنی چی؟ یعنی من اگه از شما بپرسم که قبل از باز کردن این ویدیو چی کار داشتین میکردین، یا اگه ازتون بپرسم که مثلا نهار چی خوردین، هیپوکامپ شما روشن میشه و شما جواب سوال منو میدین. حالا وقتی میخوابیم، این خاطرات کوتاه مدت از هیپوکامپ به کورتکس مغز و بخش مختلف اون میرن و پردازش میشن و اونایی که نیازه به حافظه بلند مدت تبدیل میشن. واسه همین خواب حیاتیه، چون این اتفاق تو بستر خواب میفته. حالا شما خلاف اینو تجربه کردین. مطمئنا واسهتون پیش اومده اگه دانشجویین که همه درساتون رو گذاشتین شب امتحان بخونید، الان 48 ساعته که حالا به زور کافئین و قهوه و هر چی هست نخوابیدین و یه عالمه مثلا 30 ساعت توی این 48 ساعت درس خوندین. مثلا میرید امتحانتون رو میدین، هفته بعد هیچی از اون امتحان یادتون نیست. چی شد؟ هیچ کدوم از اون اطلاعات کوتاه مدت شما به حافظه بلند مدت تبدیل نشد. اگه همون 30 ساعت مطالعه رو شما تو مثلا چند روز مختلف میذاشتین و بینش به اندازه کافی میخوابیدین، شاید مثلا توی مدت طولانی تر این اطلاعات تو ذهنتون هنوز میموند. خب حالا چجوری از این خواب استفاده کنیم؟ خواب قبل از درس خوندن خوبه، باعث میشه که قدرت توجه و هوشیاریت بالاتر باشه، ولی حتما حواستون به خواب بعد از درس خوندن باشه، چون اونه که باعث میشه اون اطلاعاتی که یاد گرفتین طولانی مدت تو ذهنتون بمونه. تکرار کلید یادگیریه. همون جوری که ورزش مثلا بدنسازی تو شروعش تو نمیتونی یه وزنه سنگین رو بلند کنی یا به سختی بلند میکنی و بعد از یه مدت تقویت میشی و میتونی اون کار رو راحت تر انجام بدی، با انجام مکرر یه فرایند ذهنی هم میتونی باعث بشی ارتباطات سلولی که اون کار نیاز داره تقویت شه و انجام اون کار بعد یه مدت واسط راحت باشه. حالا انجام اون کار میتونه یادآوری یه موضوع باشه. یادآوری یه موضوع میشه یاد گرفتن همون موضوع. بذارید ساده تر بگم. اون نوروپلاستیسیتی که توضیح دادم واسهتون، این کار یه عالمه انرژی و زحمت واسه مغز میبره. صادقانه بخوایم بگیم مغز ما قرار نیست واسه یه کاری که تو کلا فقط یه بار میخوای انجامش بدی همه اون انرژی و زحمت رو بذاره. برای همین مطلبی که کلا یه بار فقط قراره بخونی و توی امتحانی بیاد، قرار نیست برای همیشه تو مغزت بمونه. اون مبحثی که یه بار تستشو زدی رو قرار نیست یاد بگیری. باید بارها و بارها اون چیزی که میخوای یادگیری رو انجام بدی و تکرار کنی و تمرین کنی تا یادگیری اتفاق بیفته. برای همین به مرور و یادگیری اهمیت بدین. نذارید یه موضوعی که یاد گرفتید تا ابد تو ذهنتون خاک بخوره، چون اینجوری یادگیری اتفاق نمیفته. البته اینم اضافه کنم، اینو اضافه دارم میگم که یک نوعی از یادگیری هست که فقط با یک بار مواجهه با اون موضوع ما اون رو یاد میگیریم. اونم وقتیه که تو مواجهه با اون چیزی که میخوایم یادش بگیریم یه برانگیختگی احساسی واسمون اتفاق بیفته. خیلی موضوع واسمون خوشحال کننده باشه، خیلی ناراحت کننده باشه، خیلی عصبانیمون کنه و مهمترین حسی که باعث میشه یادگیری ما وحشتناک زیاد بشه احساس ترسه، احساس خطره که خب انقدر این قضیه شدید میشه که موجب اختلال‌هایی مثل PTSD میشه تو مغز ما. PTSD حالتیه که من با مواجهه با یه چیز ناگواری که قبلا باهاش مواجه شده بودم با یه چیز شبیهش باعث میشه که اون موضوع یادم بیاد، حتی اگه یه بار باشه، و موجب اختلال تو عملکرد من میشه. موضوع بعدی استراحته، زنگ تفریحه. حالا منظورم از استراحت چیه؟ یعنی اینکه به جای اینکه 90 دقیقه یک راست با کتاب بشینی، 2 تا 45 دقیقه‌اش کنی و وسطش بتونی 10 دقیقه استراحت کنی. حالا چرا این استراحت مهمه؟ به 2 دلیل. وقتی ما یه چیزی رو یاد میگیریم، مغزمون بلافاصله بعد از یادگیری اونو مرور میکنه. این عمل کاملا ناخودآگاه اتفاق میفته و ما اصلاً متوجهش نمیشیم. مثلا اگه داری پیانو یاد میگیری و یه قطعه‌ای رو میزنی، اگر 10-20 ثانیه استراحت کنی، تو اون 10-20 ثانیه مغزت با سرعت 5 برابر 10 برابر اون قطعه رو تو ناخودآگاه برای خودش تکرار میکنه، مرورش میکنه. اگرچه زمان استراحت پیشنهادی یه چیزی حدود بین 10 تا 20 دقیقه است. دلیل دوم اینه که وقتی یه چیزی رو مطالعه میکنیم یا یاد میگیریم، اون موضوع تو ذهن ما خیلی هنوز آشفته است و پایدار نیست. مثال میزنم، مثلا اگه داری فیزیک میخونی، بلا فاصله بعد از اون فیزیک خوندن بیای شیفت کنی بری مثلا زیست بخونی، اون فیزیکی که خوندی میتونه از ذهنت بپره و موندگار نشه و اون تایمی که گذاشتی هدر بره. به این فرآیند مغز retrograding interference میگن که حالا میتونید سرچ کنید یا بعدا میتونم در موردش ویدیو بذارم. کامنت کنید واسم که میخواید همچین چیزی رو یا نه.
و این جالبه که تو بچه‌ها بعد از یاد گرفتن یه چیزی اون اطلاعات، اون دیتایی که دریافت میکنن خیلی زود تثبیت میشه و از اون آشفتگی در میاد. ولی تو بزرگسالا اینجوری نیست. بین 10 تا 20 دقیقه هیچ کاری نکنیم، اصلا از مغزمون استفاده نکنیم، ابداً اصلا سمت گوشی نریم، اصلا سمت هیچ مانیتوری نرین. اون 10 تا 20 دقیقه رو بخوابین و یه چرت کوتاه بزنید. یادتونه خواب چقدر مهم بود؟ اگه هم نمیتونید کوتاه بخوابین، یه استراحت بدون فعالیت انجام بدین، مثلا دراز بکشین یا مثلا مدیتیشن کنید. و مورد آخر اشتباه کردنه. میدونم اشتباه کردن اصلا لذت بخش نیست، خیلی آزاردهنده است و حتی میتونه ترسناک باشه، ولی اون استرسی که ایجاد میکنه یه اثر مهمتر داره. وقتی یه اشتباهی مرتکب میشیم یه سری محرک ها تو مغز ما ترشح میشه که باعث افزایش عملکرد اون مرکزی میشه که وظیفش تمرکز ماه و یه عملکرد مهم داره. عملاً داره به ما میگه که تو الان اشتباه کردی، باید حواستو بیشتر جمع کنی تا بازدهی بهتری داشته باشی و دیگه اشتباه نکنی. و این اتفاقا یه فرصت خیلی خوب برای نوروپلاستیسیتی تو مغز ما ایجاد میکنه. حالا خلاف این قضیه چی میشه؟ جوری که معمولا اکثر آدما انجام میدن، این که وقتی یه اشتباهی مرتکب میشیم از اون موضوعی که توش اشتباه کردیم فرار میکنیم تا دیگه اون اشتباه رو مرتکب نشیم. مثلا اگر توی درسی ضعیفیم و امتحانش رو نمره کمی میاریم، اصلا سمت اون درس نمیریم اون درس رو بخونیم. اولا این اتفاق باعث میشه که ما فرصت یادگیری اون موضوع رو از دست بدیم، یه فرصت خیلی خوب برای نوروپلاستیسیتی رو. ثانیاً توانایی مواجهه و مقابله با شکست رو ازمون میگیره و ما عادت میکنیم به راه راحت‌تر، یعنی جا زدن بعد از یه تلاشی که انجام دادیم و موفق نشدیم. حالا باید چی کار کنیم؟ صبر نکنید تا شکست واسهتون اتفاق بیفته، خودتون شکست بخورید. یه ذره مسخره است ولی گوش کنید به حرفم. موفق نشدن رو تو مراحل یادگیریتون قرار بدین. یعنی چی؟ یعنی ریسک موفق نشدن رو بالا ببرین، یعنی سخت ترش کنید. یعنی بعد از درس خوندنتون به نظر میاد یاد گرفتین، از خودتون امتحان بگیرین، موقعیت این حس بد شکست رو توی خودتون ایجاد کنید. آسمون قرار نیست به زمین بیاد. از خودت آزمون بگیر بعد از اینکه درس رو خوندی. نیازی نیست 100% پرفکت واسش آماده باشی. برو تست بزن. یا چه میدونم پرتاب 3 امتیازی بسکتبال داری تمرین میکنی، الان اینو خوب یاد گرفتی، زاویه‌تو عوض کن. 2 قدم برو عقب‌تر. واسه خودت مدافع بذار، سختش کن که شکست بخوری. هر کدوم از این چالشایی که واسه خودت گذاشتی رو توشون شکست خوردی و موفق نشدی، بیا عیب‌یابیش کن. شکست خوردن توی اون موضوع باعث میشه که مغزت حاصلخیز باشه و اون عیب‌یابی که تو بعد از اون انجام میدی کامل به ذهنت میشینه و یادگیری کامل اتفاق میفته. همه اینایی که گفتم خوبیای این بود که تو اون چالشی که برای خودت گذاشتی شکست بخوری. حتی اگه شکست نخوری و موفق بشی هم تو مغزت دوپامین ترشح میشه و تشویق میشی که اون کارو دوباره انجام بدی. همینجوری انگیزت بالا میمونه. یعنی عملاً سخت تر کردن خودت و چالش برانگیز کردنش یه سود 2 سر برده. چی بود؟ یه برده 2 سر سوده. خب همه یه ویدیو رو میخوام واسهتون خلاصه کنم. الان دیگه مغزمون رو میشناسیم. میتونیم با تاثیر دادن توجه، هوشیاری، خواب، تمرین و تکرار، استراحت و اشتباه بازدهی مغزمون رو بالا ببریم و بهتر بتونیم چیزا رو یاد بگیریم. دفعه بعدی که میخواید یه چیزی رو یاد بگیرید، اول از همه حواس پرتی ها و دیسترکشن ها رو از دم دستتون بذارید کنار. شاید بهتر باشه قبلش یه فنجون قهوه بخورین تا هوشیاریتون بالا بره، یا یه فعالیت بدنی کوچیک داشته باشین. تاثیرش رو واسهتون توضیح دادم. چیزی که میخوای یاد بگیری رو تا اون جایی که میتونی تکرارش کن. اگه داری مثلا 3 امتیازی بسکتبال یاد میگیری، تا اون جایی که میتونی اون کار رو انجام بده. اگه داری یه قطعه رو پیانو یاد میگیری، تا اون جایی که میتونی اون قطعه رو برای خودت پلی کن. یا اگه داری درس میخونی، به هیچ وجه از تأثیر مرور غافل نشو. مطمئن شو که بین جلسات یادگیریت خواب کافی داری. اشتباهاتتو بپذیر و ازشون فرار نکن، چون اونا میتونن تأثیر مثبتی تو یادگیریت داشته باشن. سعی کن بررسیشون کنی و همیشه بین یادگیری‌هات 10 تا 20 دقیقه زنگ تفریح به خودت بده. نیازی نیست خودتو خسته کنی و بازدهی تو پایین بیاری. ممنونم از توجهتون و براتون آرزوی موفقیت میکنم.